حقوق و مزایای مناسب، فرصت‌های شغلی بسیار، فراهم بودن فرصت رشد و رضایت بالای افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند، همه باعث شده که این شغل در رتبه دهمین شغل برتر دنیا در سال 2023 قرار بگیره. UI UX دیزاین و در ابعاد بزرگتر پروداکت دیزاین. اگر شما هم از علاقه‌مندان به این حوزه کاری هستید اما نمیدونید از کجا شروع کنید و چطوری پیش برید تا برسید به بازار کار، این دوره برای شماست. ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. سلام دوستان، به کانال من خیلی خوش اومدید. من حسین رضایی هستم، طراح محصول و مدرس این حوزه. این اولین قسمت از دوره آموزش 0 تا 100 طراحی محصوله. این دوره هدفش اینه که افراد علاقه‌مندی مثل شما رو تبدیل کنه به دیزاینرهای کاربلد آماده ورود به بازار کار. پیش نیاز خاصی هم لازم نداره. اگه اهل چالش و حل مسئله هستین، سلیقتون هم خوبه و فکر میکنین انگیزه لازم واسه یادگیری دارین، بریم واسه شروع. خب قبل از دیدن نقشه راه و سرفصل‌های این دوره به نظرم خوبه که اول بدونیم اصلا طراحی محصول یعنی چی. طراحی محصول یک فراینده که طی اون محصولات یا خدمات به شکلی دیزاین میشن که علاوه بر این که مشکل یا اون نیاز کاربر هدف رو رفع میکنن، بتونن در کاربر هدف حس رضایت به وجود بیارن. یعنی کاربر هدف هم مشکلش رفع میشه با این خدمات یا محصول، همین که از انجام کار و روالی که داره تو اون محصول پیش میبره حس رضایت میکنه. این قسمت دوم توی دور زمونه ما یه مقدار شاید بتونم بگم طی 10 سال اخیر خیلی اهمیت پیدا کرده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شاید اگر 10 سال پیش به محصولات نگاه میکردیم، صرف این که داشتن کار رو راه مینداختن کفایت میکرد برای کاربران. بخوام براتون مثال بزنم، مثلا از تجربه شخصی خودم میتونم بگم. موقعی که من دانشجو بودم یک نرم افزاری در واقع برای آموزش دانشگاه استفاده میشد به اسم نرم افزار گلستان. این نرم افزار خب برای انتخاب واحد، دیدن نمرات و مثلا اعتراض زدن و از این دست مسائل دانشجویی استفاده میشد. دانشجوها خیلی در واقع تلاش میکردن که بتونن نیاز خودشون رو با این نرم افزار رفع کنن و به هر وضعی بود کار راه میافتاد. ولی باور کنید طی 8 نه من نه هیچ کدوم از دانشجوها یاد نگرفتیم که مثلا منو انتخاب واحد توی نرم افزار کجاست، چطوری میشه اعتراض زد. هر بار باید مثلا یه نفر به نمایندگی از بچه‌ها پا میشد میرفت آموزش، یه سری اطلاعات میگرفت، یا یه نفر میشست وقت میذاشت داخل نرم افزار میگشت و به نحوی پیدا میکرد که چطوری باید کار رو انجام بده. کار راه میافتاد، یعنی انتخاب واحد انجام میشد، دیدن نمرات انجام میشد، نظرسنجی ها انجام میشد، ولی هیچ وقت اون حس رضایت نبود که به کنار اینکه واقعا یه دردسر، یعنی باید یه دورکشی میکردی، به خودت میقبولوندی که حالا هر جوری هست برم کارم رو راه بندازم، از این نرم افزار بیام بیرون. اون موقع حالا چون نرم افزارها انحصاری تر بودن، این موضوع شاید خیلی به چشم نمی اومد. میگفتن آقا داره کار میکنه دیگه، داره کارتو راه میندازی دیگه، مشکلی نیست بس. اما این دور زمونه نمیتونیم به این اکتفا کنیم. دلیلش چیه؟ چون بازار رقابتیه. شما برای هر سبک بیزینس، برای هر نوع کار چندین تا آپشن در اختیارتون هست. در واقع کاربر حق انتخاب داره. این حق انتخاب باعث شده که بازار به شدت رقابتی بشه. کاربر به شما فرصت دوباره نمیده. شاید بگین که مثلا من یه نرم افزار فرضاً خرید شارژ طراحی کردم، دارم مردم استفاده میکنن، طرف بره داخلش حس بد بگیره، تجربه کاربری اصطلاحاً بد باشه، به شما فرصت مجدد نمیده. سریعاً مهاجرت میکنه روی یه اپلیکیشنی که کار باش لذت بخشه، کارش هم راه میفته، از کار با اون نرم افزار یا اپلیکیشن هم لذت میبره. بنابراین قسمت دوم این تعریف بسیار 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 توی دوره زمونه ما اهمیت پیدا کرده و طراح محصول به شدت باید روی این قسمت وقت بذاره و براش مهم باشه اگر میخواد محصول موفقی طراحی بکنه. من آخرین تعریفی جمله اضافه کنم: تجربه کاربری بد مساویه با حذف تدریجی از بازار. حالا نگیم حذف یک باره، حذف تدریجی قطعیه. حذف تدریجی از بازار، محصولتون به مرور از بازار حذف خواهد شد. بخوام یک مثالی برای این موضوع بزنم، مثل میشه گفت مثلا گوشی‌های نوکیا کارو داشتن راه مینداختن، تجربه کاربری به نسبت اندروید و آی او اس چون
تجربه سطح پایین تری بود به مرور از بازار حذف شد. خب پس بنابراین نقش طراح محصول این وسط چیه؟ نقش طراح محصول برای اینکه بتونه همچین محصولی دیزاین بکنه که هم مشکل کاربر رو رفع بکنه هم حس خوب ایجاد بکنه، لازمش اینه که علاوه بر شناخت بیزینس، در واقع کسب و کاری که داره براش محصول رو دیزاین میکنه، شناخت بسیار خوبی روی کاربر داشته باشه. شناخت خوب روی کاربر یعنی چی؟ یعنی مشکلات کاربر رو بدونه، خواسته کاربر رو بدونه، انگیزه، دغدغه، در واقع با دونستن یه سری پارامترها از کاربر هدف، این باعث میشه که بتونه محصول رو تا حد امکان به خواسته کاربر نزدیک بکنه. این یعنی پایین اومدن ضریب شکست محصول، یعنی احتمال اینکه شما یه محصولی که داخل بازار دیزاین میکنی و میفرستی داخل بازار، با ضریب خوبی میتونی مطمئن باشی که این محصول میتونه پا بگیره و خیلی زود از گردونه خارج نمیشه. خب حالا با این مقدمه بریم سراغ معرفی سرفصل‌ها و ببینیم که روال تولید یک محصول موفق، روال دیزاین یک محصول موفق به چه شکله. این دوره شامل 3 بخش اصلی میشه: بخش مقدمه و آشنایی، بخش طراحی UX و بخش طراحی UI. در بخش مقدمه و آشنایی به اهمیت نقش طراح محصول تو دنیای امروز میپردازیم. بعد میریم سراغ یک تعریفی از UI، یک تعریفی از UX و این دوتا رو با هم مقایسه میکنیم و تفاوت بین این دوتا رو سعی میکنیم به شرح بهش بپردازیم. بعد از اون میگیم که آقا وظیفه طراح UI UX چیه؟ وظیفه پروداکت دیزاینر چیه؟ و این دوتا چه تفاوتی با هم میکنن؟ خیلی جا داریم میبینیم که این دوتا عنوان شغلی دارن به جای هم به کار میرن، که البته به غلط. بعد از قسمت مقدمه و آشنایی میریم سراغ بخش دوم، یعنی طراحی UX. طراحی UX چیه؟ طراحی UX خودش باز یک فراینده که هدفش ایجاد حس رضایت و اون انرژی مثبت در کاربره. این به چه معناست؟ به این معناست که کاربر چه در طول انجام کار با اون محصول یا نرم افزار و چه بعد از اون حس مثبت و حس رضایتی نسبت به اون محصول داشته باشه. کارش که راه میفته هیچی، این حس مثبت هم درش ایجاد شده باشه، دوباره رغبت کنه که بیاد برای اون مشکل یا نیازش داخل محصول ما. اگر بخوایم یه مثالی هم از طراحی تجربه کاربری خوب بزنیم، طراحی UX خوب، میتونیم به صفحه سرچ گوگل اشاره بکنیم. صفحه سرچ گوگل هدفش چیه؟ هدفش اینه که در واقع به کاربر اجازه بده هر آنچه که میخواد رو جستجو کنه و به کاربر نتیجه رو نشون بده. دغدغه کاربر رو به درستی متوجه شده. همونطور که میبینین یک صفحه خیلی ساده و بدون حرف اضافه، بدون جنگولک بازی‌های عجیب غریب گذاشته جلوی کاربر و در عین حال حس آرامش به کاربر میده که کاربر بتونه با فراغ بال اون چیزی که میخواد رو سرچ بکنه. به لحاظ بصری هم صفحه قابل قبولیه، یعنی تر و تمیزه و کار کاربر رو به خوبی راه میندازه. میشه گفت یک مثال خیلی خوب از طراحی UX. چطوری میتونیم در واقع به این طراحی UX خوب برسیم؟ اول نیازه که یه سری مبانی پایه‌ای UX رو به خوبی ازش مطلع بشیم. مثل چی؟ مثل UX هانیکام که 7 فاکتور مؤثر بر طراحی تجربه کاربریه. با این فاکتورها آشنا میشیم، میفهمیمشون، بعد میریم سراغ بخش کاربردپذیری، میفهمیم که چطوری میشه یک محصول رو کاربردپذیر کرد. بعد میریم پروسه تفکر طراحی رو با هم بهش میپردازیم. بعد از اون مثلا دسترس پذیری رو با هم بررسی میکنیم، طراحی شناختی رو بررسی میکنیم و با دونستن مفاهیم اولیه یک دید خوبی نسبت به UX پیدا میکنیم. بعد از این موضوع حالا که مفاهیم رو به خوبی متوجه شدیم، میریم میبینیم فرایند طراحی UX در یک پروژه نرم افزاری به چه شکل هست. اول میریم سراغ آشنایی با فیگجم. فیگجم یک نرم افزاره که به ما کمک میکنه هر آنچه که به دست میاریم و جمع آوری میکنیم رو داخل این نرم افزار مستند بکنیم. یک کوچولو با فیگجم آشنا میشیم، بعد میریم سراغ این که اصلا جلسه با کارفرما چی هست، چه اطلاعاتی باید اون جلسه جمع آوری کنیم و داخل فیگجم مستندش کنیم. بعد میریم سراغ
بررسی رقبا یا همون بنچمارکینگ، بعد میریم سراغ تحقیقات کاربری، یوزر ریسرچ، میبینیم چطوری باید فرم آماده بکنیم از کاربران هدفمون، باید اولا چجوری جامعه کاربران هدف رو مشخص بکنیم، بعد چه سوالاتی باید بپرسیم، چه اطلاعاتی باید جمع آوری بکنیم برای اینکه برسیم به اون محصولی که همراسته نیاز کاربره. بعد از اینکه این دیتا رو به دست آوردیم میریم سراغ اینکه از این داده ها اطلاعات به درد بخور استخراج بکنیم، اطلاعاتی که به ما کمک میکنه معماری اطلاعات انجام بدیم. پس بخش بعدیش معماری اطلاعات، بعد یه اسکچ اولیه زدن یا یک شمای اولیه از اون چیزی که فکر میکنیم قراره به عنوان محصول بیاد بالا. حالا اینا به صورت تیمی میتونه باشه، به صورت فردی میتونه باشه، اینا رو کامل توضیح میدیم. نحوه اسکچ زدن، بعد یه ذره اسکچ رو یه چند لایه پخته ترش میکنیم، میریم وارد طراحی وایر فریم میشیم. وایر فریم هم جزء مراحل اصلی یو ایکس، انگار که داریم جاهای مختلف صفحه رو به درستی، جانمایی عناصر رو به درستی داخل صفحه مشخص میکنیم. بعد از اون میریم وارد طراحی یو آی میشیم، در مورد این یک توضیح کوچیک میدیم، اما این موضوع میسپریم به بخش بعدی که قراره به این قسمت بپردازیم، چون بخش بسیار تخصصی و مهمی است برای خودش، ولی یه توضیح اولیه در موردش میدیم، میگیم که اهمیتش چیه و چه چیزهایی رو قراره توی بخش طراحی یو آی بهش بپردازیم. بعد میریم سراغ بخش پروتوتایپ، اینکه حالا صفحات رو طراحی کردیم، قراره یه نمونه اولیه ازش بسازیم، اتصالات رو انجام بدیم و از این حرفا. بعد از اون میگیم که چطوری حالا همه این کارها رو کردیم، چه خروجی قراره به توسعه دهندگان نرم افزار یا همون برنامه نویس ها ارائه بدیم، چطوری بهشون خروجی بدیم که اینها بتونن در واقع این کاری که ما انجام دادیم رو تبدیل کنن به نرم افزار قابل استفاده روی محیط وب، حالا یا گوشی، حالا اگر آنلاین روی محیط وب، اگر هم آفلاین اپلیکیشن گوشیه در دسترس کاربران قرار بدن. خلاصه که برنامه نویسیش کنن بیارنش بالا. ما چطوری همه اون کارهایی که انجام دادیم و تحویل دیولپرها بدیم. در واقع آخرین قسمتی هم که توی پروسه یو ایکس بهش میپردازیم بحث ارزیابی محصوله. اینکه حالا چطوری میتونیم نرم افزار رو مانیتور کنیم، چجوری میتونیم پیگیری کنیم که چقدر با اون پارامترهایی که از نظر ما میشه گفت KPI بودن، کلیدهای موفقیت ما بودن، چقدر به اونا نزدیک شدیم و چقدر میتونیم ادعا کنیم که نرم افزار موفق بوده و چه کار انجام بدیم در ادامه راه که با چکشکاری بندازیم محصول رو توی مسیر هرچه درست‌تر محصول رو ارتقا بدیم و بهبودش بدیم تا برسه به اون جایی که 100% بتونیم بگیم که رسیده به هدف خودش، نیاز کارفرما داره به درستی رفع میشه، نیاز کاربر داره به درستی رفع میشه و محصول به بلوغ رسیده. و بعدش هم توضیح میدیم که چطوری توی یک فرایند تکرار شونده قرار به اصطلاح بیایم فیچرها و ویژگی‌های جدید به نرم افزار اضافه کنیم، اگر تغییری لازم هست بدیم و از این دست مسائل. بعد از اینکه پروسه طراحی یو ایکس به شرح و تفصیل گفته شد، وارد بخش شاید جذابتر ماجرا به لحاظ اتفاقات دیداری میشیم، بخش طراحی یو آی هست. بخش طراحی یو آی چیه؟ طراحی یو آی هم دوباره خودش یک فراینده که در طی این فرایند قرار رابط کاربری محصول طراحی بشه. رابط کاربری محصول هر آن چیزی که کاربر نهایی میبینه و میتونه باش تعامل کنه و خواسته خودش رو از اون محصول دریافت کنه. حالا شما میتونید اینو در قالب صفحه‌ای که کاربر توی وب داره میبینه و دکمه‌ای هست میتونه کلیک کنه، تکست باکسی هست میتونه در واقع روش کلیک کنه اون چیزی که میخواد و بنویسه، متنی هست که داره میبینه و اطلاع ازش کسب میکنه. همه این موارد اون چیزهایی هستن که توی طراحی یو آی اهمیت پیدا میکنن. چه چیزهایی در واقع در طراحی یو آی مهمه و میتونیم بگیم پایه و اساس طراحی یو آی؟ یک، بخش روانشناسیه و دو، بخش زیبایی شناسی. یعنی هم باید طرحی که قرار به عنوان یو آی ارائه بدیم به لحاظ روانشناسی مطابق غرایز و
دانسته های کاربران باشه، کاربر نخواد فکر بکنه که چی کار باید انجام بده، خیلی غریزی بتونه کارشو پیش ببره. این میشه بخش روانشناسانه‌اش. یه بخش زیبایی شناسی هم داره، اینکه کاربر لذت ببره از کار با نرم افزار و اینکه حس مثبتی داشته باشه و اون حسی که قراره ما بهش منتقل کنیم و به خوبی بتونیم منتقل کنیم و کاربر همون حسو بگیره از کار با اون محصول. هدف در واقع طراحی یو آی چیه؟ هدف اون ایجاد رابط کاربریه که جذاب باشه، قابل فهم باشه و کاربردی باشه. خب بخوام مثالی هم از طراحی یو آی خوب براتون بزنم، میتونم اینستاگرام رو نام ببرم. اپلیکیشنی که هم جذابه، هم قابل فهمه برای کاربر و هم کاربردیه. در واقع شما بدون آموزش وارد این نرم افزار میشید، میتونید کارتون رو به خوبی راه بندازید و با اون هدفی که مد نظرتون هست تو اون نرم افزار به خوبی دسترسی پیدا کنید و استفاده بکنید و بهش برسید. همین که رابط کاربریش واقعا جذابه، تو خیلی المان‌ها به نظر چشم نواز میان، حس تعاملی خوبی از این نرم افزار میگیرین و میتونیم به عنوان یک یو آی خوب ازش نام ببریم. خب با دونستن تعریف یو آی میریم میبینیم که چه بخش‌هایی برای این سرفصل وجود داره. اول به مبانی پایه‌ای یو آی میپردازیم. یه سری تعاریف و اصول اولیه رو در طراحی یو آی با هم بهش میپردازیم، یه مروری میکنیم که برای ادامه راه هم صفحه باشیم. بعد از اون میریم به سراغ این که ببینیم چند نوع رابط کاربری وجود داره. ما قرار هست روی کدوم رابط کاربری تمرکز کنیم و با هم اونو شروع کنیم به توسعه دادنش. و بعد میریم سراغ ابزار فیگما که ابزار اصلی طراحی رابط کاربریه. شاید اسمش به گوشتون خورده باشه، اینجا یک کوچولو باش آشنا میشیم در این قسمت. بعد از مبانی پایه میریم سراغ عناصر سازنده یک رابط کاربری. عناصر سازنده یعنی چی؟ یعنی اینکه هر آن چیزی که شما توی وبسایت دارید میبینید به عنوان کاربر یا توی اپلیکیشن موبایلی که جلوتون باز کردید دارید میبینید، به این میگن رابط کاربری. در واقع شما دارید میبینید و میتونید یه سری تعاملات باش داشته باشید. چه عناصری دارن این صفحات رو میسازن؟ از چند جنبه ما این عناصر سازنده رو بررسی میکنیم. اول جنبه بصری، عناصر سازنده بصری، visual elements. visual elements ها مثل چی؟ مثل رنگ، مثل تایپوگرافی، اینکه مثلا چه فونتی داره استفاده میشه با چه سایزی و چه ضخامتی و از این دست مسائل. آیکون ها، ویدیوها، تصاویر، اینا میشن عناصر بصری سازنده. اینا رو که شناختیم میریم سراغ شناخت عناصر تعاملی، interactive elements. interactive elements ها چی هستن؟ مثل دکمه ها، تکست باکس ها، اون جایی که مثلا می نویسه نام، شما داخلش حالا یا با موبایل یا با صفحه در واقع با کمک کیبورد توش تایپ میکنید مثلا نام خودتون رو. برچسب ها، جایی که دارن به شما یک اعلانی رو میدن، یه خبری رو دارن به شما میدن، شما رو دارن یه چیزی آگاه میکنن. بعد از اینکه در واقع این عناصر تعاملی رو شناختیم میریم سراغ شناخت عناصر ساختاری. عناصر ساختاری مثل چی؟ مثل گرید بندی ها، مثل فضاها، اینکه فواصل، فضای خالی بین عناصر باید چجوری هندل بشه، فضای خالی اطراف صفحه چجوری باید مدیریت بشه. و دیگه بخوام بگم مثل سایه ها، پس زمینه ها، بوردرها، در واقع هر چیزی که به ما کمک میکنه یک صفحه رو ساختاربندی کنیم، اطلاعات رو توش سازماندهی کنیم. اینا رو با هم سعی میکنیم به خوبی بشناسیم. این بخش کلاً با این 3 سرفصل بسته میشه، بخش عناصر سازنده یو آی. بعد از اون میریم سراغ اینکه چجوری باید ترکیب کنیم اینا رو با هم، در واقع اصول ترکیب بندی رو با هم یاد میگیریم. شاید این مورد یه مقدار توی آموزش‌های دیگری که حالا شاید تو سراسر اینترنت ببینید یه مقدار میس شده، یه مقدار نادیده گرفته شده. بخش ترکیب بندی جزء مباحث بسیار مهمیه که باید بدونید که چطوری این عناصر رو کنار هم بچینید که به لحاظ زیبا شناسی و تصویر خوبی در اختیار بیننده قرار بدید. اینکه مثلا تعادل رو چجوری ایجاد بکنید، هارمونی رو چجوری ایجاد بکنید، تضاد رو چجوری ایجاد بکنید، چجوری ریتم بدید
به دیزاینتون و چطوری اصلا اولویت بندی دیده شدن بین عناصر بدید. مثلا اول کاربر باید کجا رو ببینه، بالا رو ببینه، وسط صفحه رو ببینه. اینا با یه سری تکنیک ها قابل کنترل هست. شما میتونید چشم بیننده یا کاربر رو به درستی هدایت بکنید و به ترتیب اون خوراکی که میخواید بهش بدید و به ترتیب بهش بدید و در واقع اون اکشنی که میخواید ازش بگیرید، مثل خرید، مثل ثبت نام، قبلش کاربر متقاعد شده باشه و روی اون اکشنی که مد نظر خودش هست و شما کلیک بکنه. بعد از اینکه بحث اصول ترکیب بندی رو با هم یاد گرفتیم و بستیمش، میریم سراغ بحث اصول طراحی تعاملی. طراحی تعاملی هم حالا خیلی ساده بخوام تعریفش رو بگم اینه که نباید ارتباط کاربر با محصول یک طرفه باشه. کاربر باید بتونه با محصول تعامل کنه. یه مثال بخوام براتون بزنم، مثلا شما روی دکمه لایک توی اینستاگرام کلیک میکنید، میبینید که مثلا قلب بزرگ میشه برمیگرده سر جاش، یا مثلا توی استوری وقتی لایک میکنید یا یک ریاکشنی نشون میدید، مثلا علامت خنده یا یه چیزی روی استوری، میبینید که اون علامت میره داخل عکس پروفایل طرف جمع میشه و میره اون داخل میشینه. قشنگ داره به شما میگه که این کارت انجام شد، من این کارو برات انجام دادم. در واقع محصول داره به شما تعامل میکنه. شما هر اکشنی که انجام میدید یه ریاکشنی انجام میده، هر واکنش، هر کنشی که نشون میدید یه واکنش نشون میده. شما حس میکنید که دارید با یه موجود زنده تعامل میکنید. این مفهوم بسیار مهمه و به این به شرح و تفصیل میپردازیم. دلیلش هم اینه که توی دنیای امروز اگر محصول تعاملی نباشه دوباره شکستش حتمیه. محصولاتی الان توی بازار ترندن، توی بازار محبوبن که به لحاظ سطح تعامل با کاربر در سطح بالایی در واقع دارن قرار گرفتن و دارن تعامل میکنن. اصول طراحی تعاملی رو با هم بهش میپردازیم، انواع تعاملات رو بهش میپردازیم، الگوهای طراحی تعاملی رو میپردازیم بهش. میبینیم که چطوری ناوبری و پیمایش انجام میشه، نحوه اینکه چجوری به کاربر خطا اعلام بکنیم یا هشدار بدیم، اینا باید با چه زبونی گفته بشه، چجوری بیان بشه، و اینکه حالتهای مختلف تعاملی رو هم بهش خواهیم پرداخت. بخش طراحی تعاملی هم تا اینجا میبندیمش، در واقع تا این قسمت بسته میشه و میریم سراغ در واقع بخش اصلی ماجرا. میشه گفت حالا همه این موارد رو که یاد گرفتیم، محصول تا این قسمت به درستی انگار که با ساختار درست، با المانهای درست، با ترکیب بندی درست و تعامل مناسب که بسته شد، حالا باید یاد بگیریم که چطوری ابعاد این محصول رو تو صفحات با سایزهای مختلف مدیریت بکنیم. مثلا شما یک محصولی دارید مثل دیجیکالا که هم روی دسکتاپ در واقع دیزاین شده و داره به درستی کار میکنه، هم روی موبایل هم روی تبلت. روش مدیریت این محصول به چه شکل بوده توی بخش طراحی، به چه شکل بوده که داره اون ساختار و اون هویت خودش رو توی دیوایس های مختلف به درستی حفظ میکنه. اصلا چند نوع متدولوژی وجود داره، چند راهکار وجود داره برای اینکه ما یک محصول رو بتونیم توی سایزهای مختلف به درستی مدیریتش بکنیم. به این بخش خواهیم پرداخت و با هم حتما به شرح بررسی خواهیم کرد. قسمت آخری هم که بهش میپردازیم، در واقع آخرین سرفصل ما، هم آشنایی با مفاهیم استایل گاید، یو آی کیت و دیزاین سیستمه و اینکه چجوری توی انجام پروژه ها و طراحی محصولات بتونیم از این مفاهیم به نحو احسن کمک بگیریم که خروجی ما خروجی مرتب و منظم و قابل استفاده باشه، هم برای خودمون هم برای دیگر دیزاینرها، و همین که در واقع اگر فرد جدیدی به تیم اضافه میشه با کمترین هزینه زمانی بتونیم طرفو آنبورد بکنیم. همین که در واقع این مفاهیم قراره چطوری به ما کمک بکنن که وقتی محصول بزرگ میشه مدیریت محصول از دستمون خارج نشه، اون یک پارچگی رو داشته باشیم، سرعت طراحی رو داشته باشیم. در واقع اینا یه جورایی مفاهیمی هستن که کمک میکنن به مدیریت پروژه در مقیاس بزرگ و نحوه میشه گفت ارتباط ما با توسعه دهندگان محصول و مدیران بالاسری رو به نحو احسن چارچوب بندی میکنه.
ما قراره با این مفاهیم هم به خوبی آشنا بشیم، تفاوتشون رو بدونیم و بدونیم برای چه پروژه هایی حتما لازم از اینا استفاده بکنیم و این مفاهیم رو به کار بگیریم. خب دوستان، این کلیت نقشه راهی بود که قراره با هم طی بکنیم. امیدوارم خسته نشده باشیم. توی بخش بعدی قراره بریم سراغ موشکافی اولین بخش که مقدمه و آشنایی باشه. اگر شما هدفتون رسیدن به پوزیشن طراحی محصول، خیلی خوشحال میشم که این مسیر رو در کنارتون باشم و با هم طی کنیم. اگر این ویدیو رو دوست داشتین و فکر میکنین میتونه بهتون کمک بکنه، خیلی خوشحال میشم که ویدیو رو لایک بکنید، سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید که از ادامه آموزش ها جا نمونید. یه سوال هم ازتون داشتم، فکر میکنید مهمترین چالش در اجرای این نقشه راه چی میتونه باشه؟ خوشحال میشم نظرتون رو برام کامنت کنید و در موردش بتونیم با هم بحث کنیم. خیلی خوشحال شدم. توی ویدیو بعد میبینمتون. اوقات خوش.